السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا عزیز گرامی قدر، این جای اتوبوس‌های گستنیسه ها. وقتی گستنیسه تا 4-5 کیلومتر دور باشه، اگر اتوبوس‌ها میارن تا گستنیسه میفرستن، این هم مکانی اتوبوس‌ها است. اما اتوبوس‌ها آدم‌ها رو آوردن، تاجی‌ها رو آوردن، اینجا میان میستن و بعد از نماز همه با دیگه جایی که فروورد همونجا آدم‌ها رو میگیرن و میبرن طرف خانه هاشون، طرف گستنیسه. حاضر امروز 19 مارت، هوا سالخینه، دینا کمک بارون بریدگی بود. هوا مقصد ای پیشتره ده سالخینه، کم کم شمولکه. از فکر طرفی مسجد الحرام رفتیم، نماز عصر سپید نکردیم، خونده سر خیلی باقی مونده. خیلی ماه شریف رمضانه، الله متعال گناههای همه ما شما را عفو کنه و الله متعال ما را توفیق عبادت نصیب کنه در این ماه بزرگ، ماه خیرات و برکات، ماه عفو گناه ها. این همه خیلی گستنیسه ها هر یکش نام روش نیستگن اتوبوس ها. همینجا همیشه جای نماز بدوزیم، جواز جای نماز میدوزیم، انشاءالله نماز میخونیم. خب همه که طرفی مسجد الحرام دوام میتیم سفره. نماز عصر در جماعت دایره نکردیم، اومدیم که جنازه بود. خیلی نماز عصر انشاءالله در درون میخونیم. مردم هم طرفی مسجد الحرام رفتیسن برای جا بگیرن. اگر عصر یا پیش عصر بیای جای نغز میرسد در درون مسجد. اگر دیر بیای بعد در حالت جای مثال دور ای مسجد میرسد و مقصد چیزه امکانیتش خوب نیست. مثلا ای تورات خونه و دیگه جا دور جا آدم که اگر بخواد که تورات خونه دور باشه هم باید قینه. برای همین سبب کدومی که بر وقت اومد جای خوب میرسش، کدومی که دیر اومد باید خیلی خودش چه معلومات کنه. تو این همینجا مسجد کلام شدیست از اینه سالی چند اینجا دوام میکنه. تو این همینجا مسجد الحرام کلام شدیست است، ولی با شاید با کلام شوند. همش برای مقصد آسان شدن حاجی ها، برای آسان شو بیان جاشو برسه که میلیون انسان نماز میخونن. همه ملت هسته، سبحان الله. مسلمان همه ملتش هسته. برای همه الله متعال میگه که و جعلناکم شعوبا و قبائل تعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ماش برای قبیله ها، زبان ها، هر خلق کرده میگه آفریدیم الله متعال برای باید دیگر تا شناسایی پیدا کنیم. و در آخر آیت میگه که و نزدیکترین محبوبترین نزد الله متعال همونی هسته که با تقوا ترینه، یعنی تقوا داره. در اینجا نمیشه بگوی که من
فرزند ایشانم، من ایشانم یا من عربم یا فرزند داملام. من آدم خوبم، آدم نزدیکم. نه کدومی باشه نباشه، اگر تقوا داشته باشه نزد الله تعالی محبوب ترینه. همه طرفی نماز رمو شهر رمضان دعا میکنیم که الله متعال ما را از جمله کسانی بگردانه که روز قیامت و رسول الله صلی الله علیه و نزدیک باشه. اللهم انا نسألك حبک. ما رو پروردگار ما دوستداری تو رو طلب میکنیم و حب من یحبک، و دوستداری شخصی که یا که انسانی که شما تو را دوست می‌دارد، و حب عمل یقربنا الی حبک، و دوستداری کاری که سبب می‌شود و دوستداریت، یعنی یک عملی که سبب می‌شود که به همون سبب الله ما را دوست می‌دارد. دعا خیلی به عربی اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. در ماه شریف رمضان عمره کردن ثواب حج دارد. به حدیث صحیحی که مضمونش به عربی دیاد ندارم حاضر، که معناش همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از زنها صحابیه ها را در موسم حج نمیبینه، میپرسش، میگه من توانایی نداشتم برای رفتن. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم که در ماه شریف رمضان بره عمره کن، همون عمره به ثواب حج است. برای همین سبب اگر شخصیت بر حج آمده نتونست، کوشش کنه در رمضان بیاید، ثواب حج میگیره و همون نیت اگر بیاید انشاءالله ثوابش میگیره. خیلی باقی دیگر خیلی اینجا رو چند بار در سیامکو پرتفتگی هم خیلی عباری دیگه با سیامکو میکنم. اینجا رو چند بار سیامکو کنی کمه بهترین جای زمینه، مقدس ترین جای. به اینجا بار بار نظر کردن آدم باز میخواد که با نگاه کنه، برای که هر سال دیگرگونی میشه در اینجا، دیگه خیلیش میکنن. خودم های مثال 10 سال پیش اومده بودم، 5 سال پیش اومده بودم، تازه بیاین با نگاه میکنن دیگه خیلیش دیگه او طرف ده خیلی شدگه. اونا اونجا هم در مسجد حرام میدرویه، اونا ایتاج بلنده ولی کارش ادامه داره، چسبیدگیه ولی کارش دوام داره. نکی تو اونا پشته، اونا پشته اینجا دوام داره، دوام میشینن، خیلی ایجاش میشینن، پس اونا داغالی نه برای کارش ولی دوام داره. ما حاضر انشاءالله کوشش میکنیم درها انا اون منطقه تای بینای چی را یا که او پرش یکان جا پیدا کنیم بشینیم. درون بسیار باید خنکه کنسانیروش بسیار موندگه، بسیار خنکه. بعد چیز میشه، سلامتی خوب نمیشه. بیرون گرمه، درون خنکه. با گرمی خنکی میدروی، خنکی بیرون میبروی، آدم آب و هواش دیگه میکنه، تیز سلامتی خوب نمیشه. خلاص یک جای میکویم که چی باشه، هواش ساز باشه، نه گرمی گرم نه خنک. و همونجا بشینیم نمازی عصر شام خفتنه بخونیم، الله قبول کنه، افطار کنیم.
و بعد به طرف خانه ها حرکت کنیم. به افطار تقریبا نیم ساعت موندگی است. در جای نو مسجد الحرام مکه مکرمه داشتگیم. وقتی افطار تقسیم کردن، افطارشون در درونش یا سوگ یا او خورما داره و با کیکس داره، چیزی داره و زمزم اینم خیلی خداوند عاقبت همه ما شما رو به خیر گردانه. در امان الله باشه. الله بر وقت عمره به زنها رو الله زنهای خوب نصیب کنه، به شوهر رو الله امتحان شوهر خوب نصیب کنه، فرزندای صالح و صالحه نصیب کنه. کسایی که ندارن، کسایی دارن فرزند الله امتحان جمله صالحین و صالحات چون بگردونه. مشکلی های همه ما شما را الله تعالی از خزینه خودش حل بگردونه. کم بغلا را الله تعالی از خزینه خودش غنیشون بگردونه. آدمایی که مال دارن الله تعالی سخیشون بگردونه. به توفیق را الله تعالی توفیق نصیب کنه. باقی در امان الله باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.